رسول الله صلی الله علیه و سلم با صدای بلند در سر منبر گفتن یا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الایمان الى قلبه لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروهم. ای کسانی که به زبانتان ایمان آوردید و ایمان هنوز در قلبتان جای نگرفته است، مسلمانان را اذیت نکنید و اونها را توبیخ و عیبگیری نکنید. ولا تعیروهم یعنی یک طرفی مثلا 1 سال پیش، 10 سال پیش، 5 سال پیش یک مشکلی داشته، شراب میخورده، زنا میکرده، دزدی میکرده، گناه کبیره صغیره میکرده، پدرش مشکلی داشته، خانوادهش مشکلی داشتن، قوم و قبیلش مشکلی داشتن. امروز ای بهش طعنه نزنید. والا تو همون کسی هستی که فلان کار را کرده بودی، پدرت همون کسی هست که فلان کار را کرده بود. چقدر زیاد است در بین خانواده. طرف با عروسش یک مشکلی پیش میشه، پدرت فلانی بود که فلان کار کرده بود. یا با یک نفر یک مشکلی، جنگ و دعوایی میشه، شروع میکنه که قبیلت اینطوری است، قومت اینطوری است، عمود اینطوری بود، دایید اینطوری بود، پدر و مادرت اینطوری بود. این خیلی زشت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی که این کارا رو میکنن میفرمایند که اینا هنوز ایمان در قلبشون جای نگرفته. یک روز قبل اگر طرف زنا کرده، شراب خورده، هر گناهی مرتکب شده، امروز اگر توبه کرده، شما اون گذشته‌شو رو برای ذکر نکنید. اما بعضیا تا یک مشکلی با طرف ایجاد بشه چیکار میکنن؟ بیوگرافی گذشته طرف رو میکنن که فلان و علان بوده. و در ادامه این حدیث میفرمان ولا تتبعوا عوراتهم، امور پنهانی مردم را تتبع نکنید، پیگرد نکنید، تعقیب نکنید که مردم تو خونهاشون چیکار میکنن، تو ماشینش چیکار میکنه، تو دفترش چیکار میکنه، در پنهان چیکار میکنه. فانه من تتبع عورت اخیه مسلم، کسی که امور پنهان و اسرار برادر مسلمانش رو پیگرد بکنه، در پی آنها باشه که کشف بکنه که این چیکار میکنه، تتبع الله عورته، الله سبحانه و تعالی امور پنهانی خود این شخص رو پیگرد، به اصطلاح در زیر پیگرد قرار میده. و من تتبع الله عورته یفضحه ولو فی جوف رحله، اگر که کسی به دنبال اسرار پنهانی مردم باشه، الله متعال او رو مورد پیگرد قرار میده و بعد از اون ولو این که در گوشه خانه‌ش هم باشه، الله متعال او رو رسوا میکنه. یک چیزی رو سبب میگردانه که این شخص در بین مردم رسوا بشه. حتی انسان غیر مسلمان در جامعه اسلامی حرمت داره. الله متعال میفرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم را تکریم کردیم، کرامت بخشیدیم. این آیه خطاب به همه انسان هاست، چه کافر باشد چه مسلمان باشد. و از بزرگترین تکریم الهی برای انسان این است که یهودی، نصرانی، کافر، مسلمان همه را مورد خطاب قرار داده. الله متعال از بالای 7 آسمان میاد این انسان ضعیف و ناچیز، ولو اینکه کافر باشه، او رو مورد خطاب قرار میده، او رو دعوت میکنه به صلاح و رستگاری. پس همه در نزد الله سبحانه و تعالی حرمت دارن، ولکن معیار چی است؟ تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نباید به کسی توهین کرد، چه کافر است چه مسلمان. نباید به کسی اهانت کرد، چه کافر است چه مسلمان. و عدالت رو در مقابل حتی کفار هم باید مراعات بکنه انسان. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای انسان ها در مقابل الله سبحانه و تعالی، در مقابل حدود الله سبحانه و تعالی بایستید، به عدالت و قسط شهادت بدهید. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، و دشمنی شما با یک قومی سبب این نشه که شما عدالت نکنید. اعدلوا، عدالت بکنید. هو اقرب للتقوى، نزدیک است به تقوا و پرهیزگاری. واتقوا الله، و در تقوای الهی پیشه کنید. ان الله خبیر بما تعملون، الله آگاه است با آنچه که شما انجام میدهید.
حتی در مورد کفار ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، حرمت خون مسلمان در نزد الله سبحانه و تعالی و هر انسان چه کافر باشد چه مسلمان محفوظ است. و برای اینکه روابط اجتماعی ما، امور زندگی ما طبق هدف اساسی اسلام که نشر و پخش مکارم اخلاق است برنامه ریزی بشه، یک سری مسائل رو الله متعال میاد در روابط اجتماعی بین ما تنظیم میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا یسخر قوم من قوم، یک قوم دیگر رو مسخره نکنه. یه هزاره رو ببین، یه ازبک رو ببین، یه ترکمن رو ببین، یه پشتون رو ببین، این کرد رو، ای افغانی رو ببین، این ایرانی ها اینطوری هن، چینی ها رو ببین قیافشون چطوریه، این مغول، این تاتار، این آمریکایی، این ژاپنی، این روسیه. لا یسخر قوم من قوم، قوم دیگری رو مسخره نکنن. عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید اون از شما بهتر باشد در نزد الله متعال. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، هیچ زنی، هیچ زنهای دیگری رو مسخره نکنن، چون بیشتر این تمسخرات اینا از جانب بانوان در مجالس خاصشون صورت میگیره. الله متعال اونا رو منع میکنه به شکل خاص. ولا تلمزوا انفسکم، شما بر روی هم دیگر نام نگذارید، کنایه نگید، طعنه نزنید به هم دیگه. ولا تنابزوا بالالقاب، به هم دیگر لقب نگذارید. چقدر زشت است نه در جوامع ما ببینید لنگ فلانی، کور فلانی، کلته است و کوتاه است و دراز است و نمیدونم سیاه است و سفید است و مثلا به یکی بپرسی احمد، می کدوم احمد؟ احمد چاق، احمد لاغر، احمد کوتاه، احمد دراز، احمد فلان. چرا اسم میگذارید سر مردم، لقب میگذارید؟ خیلی زشت است. متاسفانه در تاجیکستان، در افغانستان، حتی در ایران این اسم گذاشتن ها خیلی زشت است. بئس اسم الفسوق بعد الایمان، چه بد است که انسان مرتکب فسق و فجور شود بعد از ایمان. و من لم یتب فاولئک هم الظالمون، اگر کسی توبه نکند از اینا، الله متعال اونها را جمله ظالمان قرار میدهد.